تنها نسخه سالم کپکات رو فقط کانال ما گذاشته، شما برید نگاه کنید توی تلگرام متوجه میشین، از طریق ساعتش متوجه میشین آقا کی از روی کی کپی کرده. حتی اومد این فیلم آموزشی هم که من گذاشتم و اونم کپی کردی. بابا تگ کانالم قشنگ وسط فیلم مشخصه دیگه، حداقل اینو دیگه خودت میرفتی میساختیش. حالا به اینم کار نداریم، ما اومدیم فیلتر شکن یه ماه هم به کاربرامون دادیم، گفتیم آقا هر کی هر مشکلی داره راحت رفع بشه، مشکل فیلتر شکن هم طرف نداشته باشه که شما بری توی کپکات تمام گزینه‌هاش که برات بازه به کنار، خیلی راحت میتونی نگاه کنی. توی قسمت افکت‌ها پرو رو باز می‌کنم می‌بینی که همه بازه. حالا جالب‌تر از اونه که گزینه تمپلیت هم شما میتونید ازش استفاده کنید. نه تنها اینجا توی تیک تاک هم میتونید برید بزنید و کپکاتتون باز میشه، میتونید اونجا ادیتور انجام بدین دیگه. خودتون میدونین چه جوریه دیگه، من توضیح دیگه نمیدم. هر کی هم خواستش کانال تلگرامو بزنه بیاد توی بیو، اگه توی اینستاگرامی توی بیو گذاشتمش، اگه توی یوتیوب داری میبینیشم که توی صفحه اول چنل هستش.